وکیلی این آینه شفاف، یعنی جنسول پشمو منجور کنم اکبر، بافت و ریستش هم دست اصغر. ما شیطیلمونو برمیداشتیم از رو جنس. تا اینکه اصغر خدا بیامرز عمرش داد به شما، هرچه خاکمونه باقی عمر شما باشه. چخه بابا چخه؟ امیرخان که اومدن ما یه شریک ونک به بالا پیدا کرده بودیم، یه شریک ونک به بالا که کسر شأنشون بود نشست و برخواست با ما، که دستک و دنبک و ول و منقل و همه رو جیدی تر کردن. خریدشون هم حکایت شب جمعه دادن غریبون. حکمت دست خر کوتاه کرده بودن از اموال بیتون مردم. اینجا بود که میگم افتادیم تو سر زیری. معلم از اونجایی که همشیزو کله گنده یا آقا سیروسی هست که راپورت خلقای ستمکش رو بده، امیر خبردار شد. بنز ما فروختیم، اسکن کردیم، دلار کردیم، فرستادیم یک دنیا خرج مخارج منزل و 2 آدم لندهور دیلاق که یکیشون پشت گیزش اینجوری بسته نشسته اونجا تو تلویزیون MTV اجرا میکنه واسه من ارباب باباش. کی؟ نوه سببی ابراهیم تیغچش که این هستش اینجا. حالا که اگه اسمشون رو بردن یه سبز میدون رو گرق میکردن قلمشون رو چراغونی نشسته اونجا آهنگ درخواستی پخش میکنه الکسی جکسون. هرچی در آوردیم دلار کردیم فرستادیم خارج، تو این کافه های خارجی و مدونا و مونا و دونا و فلان و اینا و اینا رو که امیرخان حالیش نه، یا اگرم حالیش بوده که به یه ورش بوده خدا بیامرز. خوشبختی یعنی